یکی از برادرهایم رساله ارسال کرده بودند دیروز که دیدم همون مسئله هالووین ایده که سرشویش والله عالم از امریکا هست میگن، ایده که ایده کفار است، ایده ترسانیدن است و در این اید سر و رویشون رو به شکل‌های گوناگون و ترسناک تغییر میدهند. لیکن مصیبت این است که این عید خیلی وقت است در بین کفار بود، لیکن مصیبت این است که این عید به جزیره رفته است، حتی به ارض مقدس نزدیک به مکه مکرمه، شهر جده که 80 کیلومتر دورتر از مکه مکرمه هست، به همونجا رسیده است که سبحان الله این منطقه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که اخرج المشرکین من جزیره العرب، مشرکین رو از جزیره عرب دور کنید. اخرج اليهود والنصارى من جزیره العرب، یهود و نصارا رو از جزیره عرب دور بکنید. اما این خانواده کفار، این مشرکین و مرتدین، بالاخره برعکس برای راضی کردن طاغوت ها و کفار مشرکین این عمل ها رو انجام داده شدند. بسیار حکم های الله انکار کردند، به جاش دیگر حکم ماندند. بسیار حرام حلال کردند. بالاخره در سعودی زنا کردن و اعوذ بالله یا که شراب نوشیدن یک چیزی خیلی عادی به عادی مبدل شده است، به خصوص در جده و در ریاض و در بعضی جاهاش. و توریست های کفار شب و روز می رود و بالاخره در همون شهر، در شهر جده که 80 کیلومتر دورتر از مکه مکرمه بیت الله الحرام است، مقدس ترین زمین برای مؤمنین و موحدین است، باکس در همونجا گذرانیدند و در همونجا انکنون عید هالووین رو جشن گرفتند. که برادری از من سوال کردند که آیا کفر اکبر است یا نیست. ما یک بار جشن گیرندگان عید هالووین رو والله اعلم تا به حاضر من اینقدر گفتگو کردم تکفیرش رو ندیدم، لیکن به حد کفر میبرد. در همین جشن گرفتن هالووین انسان ها به محرمات دست بزند و همین چیز خیلی ضروری بداند یا که حلال بداند محرمات رو که الله حرام کرده، بمانند شکل های کریست کردن و غیره و غیره رو و کریست آویزان کردن و این چنین ترسناک وضع چیزها هم از کریست عبارت است. لباس هایی که صلیب دارد تکفیر می شود. بسیار علما من نظر کردم که در مدت 2-3 روز در این مسئله صحبت کردن و همه علما میگن که این حرام است و کفر است و صاحبش رو به درجه کفر اکبر خارج از ملت اسلام هم میکنه. خیلی مصیبت است و خیلی غمگین کننده همه مسلمان ها است که در سرزمینی که سرزمین مقدس ترین مسلمان ها است این حادثه ها بشود و هیچ کسی هیچ گفته نتواند. سببش چی؟ سبب این که همه علمای اهل سنت بردند و چند هزار محکم کردند، چندین کسی قتل کردند، کسی نیست که حق بگوید. باقی مانده بسیار علما البته که حق هستند لیکن خاموشند و بسیاری از علما به نام علما که در بالای منبر نشسته خیلی هم معروف و مشهور در بین مردم شدند، مدخلی آذری شدند. آذری و مدخلی سبب شد که همین عید هالووین به پهلوی خانه کعبه رود. آذری های خوبسا مدخلی نتیجه مذهب مدخلی همین است. علمایی که ما درس میگرفتیم تقریبا 12 سال پیش، بله 12 سال 2010 میگفتن که ما میترسیم از عاقبت مذهبی مداخله. ما از خودی مدخلی ها نمیترسیم، از این خوبسا دین ندارد، علم ندارد، منهج ندارد، لیکن عاقبتش بد است که الله به سبب عقیده اینها مسلمان ها رو به یک خیلی عذاب سخت میبرد. به سبب اینها کفر شرک منتشر میشود و به سبب اینها عذاب سخت الهی به بالای امت میاد. نتیجهش رو دیده شدید. پناه میبریم به الله سبحانه و تعالی و عاقبت حکومت طاغوتی همین است و چهره واقعی این حکومت هم همین است. محمد